شکر که در جمهوری تاجیکستان از جمله ولایت ختلان نیز نفرانی دراز عمر زندگی میکنند که دوام 3 عصر روزگار داشتند و صاحب نبیره و عبیره و چبیره های زیاد گشتند. ما اطلاع گرفتیم که چنین یک مادر دراز عمر در دهه آبشاران جماعت دهات زرگر ناحیه کشانیان عمر به سر میبرد. برای دیدار و تهیه لوحه از روزگار این کمپیر 102 ساله به سراغ او آمدیم. شکر که مامای آیلرماه هنوز هم چشم بینا و زبان گویا و گوش شنوا دارد. او را پشت تفدان تاجیکی در حجره گرم و آزاده اطراف فرزندان و نبیرگان و عبیرگان و چبیره هایش دریافتیم. در صحبت این مادر بزرگسالار از پستی و بلندی های روزگار، ایام گوجوشی ها در کمرراب رشت، مهاجر شدن ها به ولایت ختلان، مشاهده های جنگ شهروندی، کار در صحراها، زندگی آسوده، دستاوردهای زمان استقلالیت و نشاط و نابراری های زندگیش قصه و روایت های عجیب شنیدیم. همه زندگی آدم آبادی وطنه. زمانه دیگه شی ملک مملکت آباد شدن در دیدار شمایه آسوده جرم نبینه. طور معلوم شد فرشته این خاندان سال 1919 در روستای کمرراب وادی غرم در اویله چاربادار تولد شده است. از روی نقل و روایت هایش گوجوش بهترین در خواجگی های چاربادار زادگاه خود بوده است. در 15 سالگی به شوهر برآمده صاحب 5 فرزند، 3 پسر و 2 دختر شده است. شوهرش در سن 63 سالگی فوتیده است. همسفری حیاتی این مادر بزرگسال اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی بود و معیوب گروه دوم دانسته میشد. هنوز بیشتر از 40 سال داشت که شوهرش دنیا را پدرود گفت و اکنون تربیه 5 نفر فرزند بر عهده او ماند. سالهای طولانی در صحرا مهنت کرد، بیکار نشستن را نمیپسندید. فرزندان را گونه تربیت کرد که بی پدر بودنشان را احساس نکنند. پسری کلانیش محمد دولتوف 74 سال دارد. نبیره کلانیش باشد 53 ساله است. مامای اویلرماه 208 نبیره، قریب 50 عبیره و 4 چبیره دارد. فرما کار میکرد، اونجا مهاجر کردن آوردن شام اینجا. خب اونم کلخوز دا کار میکرد، چوبق میکرد، پخته میچیند. نصیحت میکرد که بره کار کنه باشم اینجا بسیار بد خونه. خب میومدن خبرش هم که میگرفتیم میگو که بره از زندگیتون ببینه. یا کار باری خطونه یا کنه مثال هم خیلی نصیحت میکرد. تا ما نبیره کلانی همی کم ببین خبرگیریش میویم همسایه ما دعامو میتیا بچه هم و خدامونه ترداری همی دولت جنوبی اولیا جای سفر که بریم میویم دعا میگیریم کمپیر بمیریم پیش گوش میره پیش اگروش تا علف میدروی خود میکرد نون میبست. این مادر مشتی پرد تو 1 هفته قبل صحت و بردم بود. به خبرگیری دخترانش میرفت و اوضاع روزگار را نیز نظارت میکرد. اکنون کمک ناتاب است. با این وجود دوران زندگی 3 عصره را خوب مقایسه میکند و بهترین ایام زندگی دوران صاحب استقلالی را از دوران امیری و حتی زمان شوروی بهتر و اولاتر ارزیابی میکند. از آبادی راههای زیبا و زمانوی، دیگرگون شدن سیمای روستاها، چهره بالیده مردم و روزگار با سعادت هموطنان اظهار شکرگزاری میکند. امام علی خانشه بزنه برای چی؟ همه جا را آورد کرد. پدرش رحمت کنه، مادرش رحمت کنه. خود خواه بچیه. پدر اون دنیا گذشت، همین در دستی مادر اون موندیم. مادر ما همین هر روز کارهایمون میکرد، کار میرفته می اومدیم نصیحت میکرد زندگی را به پیش بره. خیلی روزای نیکم دیدیم، روزای خوبم دیدیم، روزای بدم دیدیم. هم دستی مادر ما را حقیقتا تربیت کرد. بله، امروز کلی همدیهگان قبل از آغاز کار خیری و یا سفر به راه دوری از این مادر بیش از 100 ساله دعا میگیرند تا کار و هدفشان عملی گردد. دعا و تمنیات چنین نفرانی دراز عمر البته که مستجاب می شود. پروردگار بسیارترش بسیار وطن ما آباد کنه، بایی باشه حاضر کنه، بایی باشه حاضر کنه. هم نهلی دولتی ما را یادم کرد. این دولتی ارزم انشد خدا هر چکن فاکو پروردگار ای افتا
نگه بیستا در حق ما خدمت کرد، نگه میکرد، به پدر شده، نصیحت های همه در کلون شده. با این همه خیلی خیلی فقط قطیمو بود، این قریبیه. مثال بچه های ما را، نبیرای ما را این نصیحت میکنم، ما نگه میکنیم. میاییم بنابر نگه میکنیم، شب و روز نگه میکنیم که ما را با همین سن سال ای برسه، همین تبا فرزندای ما را نگه کنن. مادر از زمان نابسامانی های دوره گذشته، مشکلات مردم، سنگینی های گریزه شدن در دولت همسایه از تاریخ خاطرات دل دردناک قصه می کند. به گشته و برگشته دعای برکت روزگار پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان را می کند که بعد از فرار و فراق و بیوطنی و غریبی با شرافت او دوباره به منزل خیش برگشتند و زندگی با سعادت را کامیاب شدند. تاجیکستان 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 جان و جانان، تاجیکستان بهتر از جان، بهتر از جانی و جانان. هرچند مداری راه گشتن و مکالمه بیشتر را نداشت، ولی خاطره خیلی قویش داستانهای حیات و زندگی او را بازگو می کنند. حالا نیز آرزو دارد که وطنش از این هم آبادتر و شکوفانتر باشد. تمنا می کند که مردم تاجیک در عرصه عالم باز هم شهرتیار باشند و به مثل او عمری با برکتی ببینند. برای کار بسیار